بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام دارم خدمت همه شما بزرگواران. جلسه دوم از جلسات هویت بخشی و فعالسازی هویت رو با هم شروع میکنیم. در این جلسه ما به تعریف هویت میپردازیم و اینکه بدونیم واقعا هویت چیه و تعریف چیه. وقتی که ما در آینده میخوایم به آثار و شرایط هویت بپردازیم و مسیر و اون گام‌های هویت بخشی با شما گفتگو کنیم، بدونیم که معنای هویت چی بوده. لازمه اینجا بهتون بگم که هویت رو اولین بار آقای اریکسون در مباحث روانشناسی آوردن و معمولاً مباحثی که در پیرامون هویت ذکر میشه از نظریه ایشون گرفتن. ایشون در نظریه رشدی روانی خودشون نسبت به یک انسان 8 مرحله رو ذکر میکنن. توی مرحله اول اعتماد در برابر بی‌اعتمادی که تولد تا 1 سالگیه. خوبه اینا رو یادداشت کنید و بدونید که هویت در نظریه آقای اریکسون کجا جای میگیره. پس مرحله اول اعتماد در برابر بی‌اعتمادیه. در مرحله دوم خودمختاری در مقابل شرم و تردیده که از 1 سالگی تا 3 سالگی در فرزند شکل میگیره. مرحله سوم ابتکار عمل در مقابل احساس گناه که از 3 سالگی تا 5 سالگی در بچه‌ها شکل میگیره. مرحله چهارم سخت‌کوشی در مقابل احساس حقارت و بی‌ارزشیه که از 6 سالگی تا 11 سالگی میشه. این ویژگی ها رو در بچه رشد داد و بچه آماده رسیدن به این سخت کوشی و احساس ارزشمندی. در مرحله پنجم که مربوط به بحث ما میشه، هویت در مقابل سردرگمی نقشه که از 11 سالگی تا حدود 20-21 سالگی آقای اریکسون میگه از لحاظ رشدی بچه‌های ما این آمادگی رو دارن تا هویت پیدا بکنن. مرحله ششم ایشون میگه صمیمیت در مقابل انزواست که از 21 سالگی تا 40 سالگیه. مرحله هفتم زایندگی در مقابل رکوده که از 40 سالگی تا 65 سالگی در انسان ها میشه دید. و در مرحله آخر انسجام خود در برابر ناامیدی که 65 سال به بالاست. و ما فهمیدیم که در این 8 مرحله رشدی روانی جناب آقای اریکسون، در مرحله 5 که ایشون میگه مهمترین مرحله است، این هویت در مقابل سردرگمی نقش ما در نوجوان مشاهده میکنیم. و تعریفی که ایشون از هویت میاره، این تعریفی که من اینجا دارم خدمت شما ارائه میدم: احساس همانندی، تداوم، یکتایی و استقلال فردی که از باور نوجوان شکل میگیره در زمینه هدفها، ارزشها و تصویر بدنیش، اینا سرچشمه میگیره. خب یه توضیحی من در مورد این تعریف هویت بدم. ببینید، این احساس همانندی یعنی چی؟ یعنی این یک سابقه رشدی داشته، از مرحله اول تا مرحله 5 رسیده و جناب اریکسون میگن همه اینا مترتب بر هم دیگه است. یعنی اگر میخواهیم ما در مرحله 5 به این هویت برسیم، تو مرحله قبلی باید سخت گوشی و احساس ارزشمندی در مقابل احساس حقارت رو درست کرده باشیم. ما باید ابتکار عمل رو در مرحله 3 درست کرده باشیم. باید اون خودمختاری رو در مرحله 2 که از 1 سالگی تا 3 سالگی درست کرد. اینا مترتب بر همن. این احساس همانندی ریشه میگیره از یک انسجام در فرد، در شخصیت فرد، در رفتار فرد، در گرایش فرد، در شناخت فرد که تداوم داره. این احساس یعنی چی؟ یعنی پایداره، مقطعی نیست. یک بار یه رفتار درست انجام بده بعد رفتارش رو اشتباه کنه. نه، این پایداره، همیشه با فرد همراه. وقتی این احساس شکل میگیره، این میشه معنای هویت. یک تایی در وجود فرد ایجاد کرده، یک شاکله‌ای در وجود فرد داره، یک منحصر به فردی در فرد ایجاد میکنه. اون احساس منحصر به فرد بودن که من تکم، من متمایزم، من با بقیه فرق میکنم ایجاد میکنه. این فرق داشتنه خیلی مهمه
تا در هویت بدون به یک انسجام فکری پایدار متمایز تمایز یافته خودش رو برسونه. و همچنین استقلال فردی که این رو پای خودشه دیگه، متکی به غیر نیست، تصمیماتی میگیره، بر اساس اون تصمیمات رفتارهایی رو انجام میده. لذا ما اگر هویت را خوب بشناسیم میفهمیم که چقدر غافل بودیم از این که تربیت فرزند ما بر یک محور درستی جلو بره. پس این احساس همانندی، تداوم، یکتایی و استقلال فردی از کجا نشأت میگیره؟ از باوری که در نوجوان در زمینه هدفهاش، در زمینه ارزشهاش و تصویری که از خودش داره سرچشمه میگیره. یعنی چی؟ یعنی این اومده فکر کرده، تأمل کرده و هدفهایی برای خودش چیده، یک ارزشهایی برای خودش قرار داده و همینجوری در این دنیا زندگی نمیکنه. باری به هر جهت نیست، برای خودش برنامه داره، برای هر لحظهش برنامه داره. اگر هوا فضا خوب باشه، اگر شرایط خوب باشه، برنامه ای داره. اگه شرایط بد باشه، برنامه دیگه ای داره. ولی در مجموع تو تعریف هویت ما مشاهده میکنیم که هویت یک مقامی است، واقعا هویت یک ارزشیش، یک جایگاه ویژه‌ای است که ما نوجوان خودمون رو به اون سمت داریم میبریم. و وقتی که به این تعریف از هویت ما در نوجوانمون برسیم، خیالمون راحت میشه، یک نفس راحت میتونیم بکشیم که بچه من اگر وارد هر جمعی هم شد، اگر وارد هر فضایی هم شد، هر کسی با هر نگرشی اومد باش حرف بزنه، او پایداره، یکتاز، تداوم داره، متکی به خودشه، زود قافیه رو نمیبازه، زود از کوره در نمیره، بر اساس اون ارزش‌های خودش، بر اساس اون اهداف خودش داره زندگی میکنه. نه اینکه حالا این رفیقش بگه بریم فلانجا، بگه باشه، بعد بگه که نه من نمیتونم بیام، بعد بگه، مثل یه آدم معطلی، یه آدم وامانده‌ای که منتظر یه کسی ازش دعوت کنه یه کاری انجام بده و یه کسی بگه نه این کارو بذاره کنار. لذا این نگاه ما به تعریف هویت خیلی میتونه ما کمک بکنه. خب همه این صحبتایی که ما الان انجام دادیم ما رو میرسونه به این تعریف آخری، که تعریفی که هر فرد از خودش داره، یعنی بر اساس باورها و نگرش و تمایلاتش اومده یک ساختار وجودی برای خودش ریخته که اون هدفها و ارزشها در اون معنای واقعی پیدا کردن و الان خودش میدونه در کجای این دنیا داره زندگی میکنه. نسبت خودشو با خودش، نسبت خودشو با دیگران، با اجتماع، با پدر و مادر، با دوست، با درس، با زندگی میفهمه. نسبت خودشو مشخص کرده و میدونه با خودش چنده. فکر کنم واضح شده این تعریف با این توضیحات. وقتی که این تعریف رو ما شکل دادیم، حالا میریم سراغ یک موضوع بسیار مهم. حالا بر اساس همین تعریفی که هم صحبت کردیم، اگه هویت نباشه چه اتفاقی در فرزند من میفته؟ این اسلایدایی که از این به بعد مشاهده میکنید در مورد این که اگه هویت نباشه و شما به دقت نسبت به این موضوع توجه داشته باشید تا تمریناتی که ما در آخر جلسه به شما میدیم بتونید بر اساس این محتوایی که ارائه شده خوب انجام بدید. خب اگه هویت نباشه، تردید در اهداف بلند مدته. یعنی چی؟ یعنی این که یک کسی که بحران هویت رو و هویت‌های پیدا کرده یا بحران هویت رو به خوبی گذرونده، ولو هنوز به اون هویت جامع و کاملا نرسیده، خب برای خودش هدف کوتاه مدت داره، بلند مدت داره، میان مدت داره، میدونه 2 سال دیگه میخواد به کجا برسه، 3 سال دیگه به کجا میخواد برسه، 10 سال دیگه به کجا میخواد برسه. هیچ تردیدی در اهدافش وجود نداره، کاملا مشخص کرده یک پارچگی و انسجام فکری خودشو که من تا 1 سال دیگه باید این کارو بکنم، به این نتایج برسم، تا 2 سال دیگه برنامه ریزی داره. حالا اگر اومد و نرسید، برای اونم برنامه ریزی داره.
یعنی اومد برنامه‌ریزی کرد که مثلا من 1 سال دیگه فلان آموزش‌ها رو شرکت کنم یا مثلا دیپلمامو بگیرم یا فلان دوره رو شرکت کنم. یه اتفاقی افتاد، مریض شد، برنامه پیش اومد. نمیگه حالا دیگه تمام شد، من دیگه به این اهدافم نرسیدم. نه، برنامه جایگزین داره و میتونه برای اون رو برنامه‌ریزی کنه. ولی کسی که در بحران هویت مونده باشه هیچ هدف بلند مدتی برای خودش ترسیم نکرده. لذا یکی از دلایلی که ما میتوانیم بفهمیم فرد هویت داره یا نه، این سوال ازش میپرسیم. شما یادداشت بکنید این سوال از فرزندتون، اطرافیاتون یا خودتون بپرسید. برای 2 سال بعد خودتون چه برنامه‌ای دارید؟ برای 1 سال بعد خودتون چه برنامه‌ای دارید؟ برای 10 سال بعد خودتون چه برنامه‌ای دارید؟ مشخصاً دقیق در ابعاد مختلف وجودی، تو بحث اقتصادی، اجتماعی، شغلی، تحصیلی، تو همه این ماجرا شما باید اینا رو بنویسید. پس یکی از تمرینایی که باید انجام بدید اینه که و یا از فرزندتون سوال کنید. آقا من فرزند نوجوان ندارم، از دور و بر یا بچه 15-16 ساله یک کاغذ قلم بگی دستت، 5 دقیقه باهاش صحبت کن، بگو میخوام 3 تا سوال ازت بپرسم، این 3 تا سوال رو درست من جواب بده. اگر هویت نباشد، تو قسمت بعدی تردید در انتخاب شغل داره، هنوز نمیدونه میخواد چیکار کنه، ادامه تحصیل بده یا بره در پی کسب و کار. وای 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 که ما الان نوجوانانمون تو این مسئله دچار اشکالن. یعنی چی؟ یعنی بچه‌هایی که الان ما 15-16 سالشونه، یه طرف میخوان برن سمت اشتغال پولی در بیارن تا یک استقلالی برای خودشون به دست بیارن، یه طرف میگن خب ادامه تحصیل رو چیکار کنیم، آینده رو چیکار کنیم، اگه دیپلم نداشته باشیم، اگر تحصیلات رو نداشته باشیم، نمیتونیم در این جامعه حرفی برای گفتن داشته باشیم. ببینید یک تعارضی در وجود فرده، یک تردید و شک‌هایی نسبت به ادامه تحصیلش و نسبت به کسب و کار خودش ایجاد شده. در چه رشته تحصیل کند، چه کاری رو انتخاب کنه، یعنی هنوز نمیدونه در انتخاب رشته. لذا ما هویت تحصیلی هم داریم که اگر فرصت شد در بین اسلایدها به اون اشاره میکنم. من چه رشته انتخاب کنم؟ پدر و مادر اگه بخواد هویت درستی بده، میره سراغ استعداد سنجی فرزند خودش. پدر مادری که نخواد اطلاعات درستی بده، میره سراغ این که خب من چه خلایی خودم داشتم، بچه ما همو درس خوندیم فایده نداشته باشین درس بخون، مجبور میکنه چه به درس خونه. اگه از اون طرف خودش درس خونده به نتایجی نرسیده، فرزندشون نمیذاره درس بخونه. اینا یعنی القاء هویت. هویت از بیرون امکان پذیر نیست، هویت از درون شکل میگیره. جدای از امکانات و واقعیت‌های خارجی، تو ذهن خودش، در درون خودش تشویش و تردید داره نسبت به انتخاب شغلش، انتخاب رشتهش، آینده‌ای که میخواد برای خودش بسازه. و اینو ما زیاد داریم در نوجوان امروز مشاهده میکنیم و مشاهده ما یعنی هویت نیست، هویت بخشی صورت نگرفته. اگر هویت نباشد، تو مقطع بعدی تردید در الگوی رفاقت ما مشاهده میکنیم. این یکی از اون بحثای خیلی مهمه. من یه مقداری سریع دارم از اینا رد میشم که شما به هر حال میدونید این توضیحاتو، ولی باید این مطالبی که بیان میشه مصداقاشو بگردید دو پیرامون خودتون پیدا بکنه، تو بچه خودتون، حتی تو خودتون، حتی توی افرادی که در کنار شما دارن زندگی میکنن. و اینجا میتونید مشاهده بکنید که چقدر ما توانستیم هویت بدیم، هویت ببخشیم به پیرا اطرافمون، حتی فرزندمون یا خودمون، چقدر متاسفانه دچار هویت‌های به تعویق افتاده هستیم، به تأخیر افتاده هستیم و هنوز این هویت شکل نگرفته. یه جای دیگه ای که ما میتوانیم بفهمیم نوجوان ما دارای هویت در الگوی رفاقتشه. او وقتی در سن 7 سالگی وارد اجتماع میشه، از طرفی در نوجوانی علاقه‌مند به گروه همسال میشه، دوست داره در یک گروه دوستی قرار بگیره و این گروه دوستی فوق‌العاده براش مهمه که تو بحث ویژگی‌های نوجوان ما به این موضوع خیلی اشاره میکنیم که پدر مادرها حواسشون باشه که فرزندان در سن نوجوانی دوست دارن تو تیم باشن، دوست دارن تو یک گروه باشن و هزینه زیادی هم بابت تو این گروه بودن میدن و بعضی موقع پدر و مادر نسبت به این موضوع دقت ندارن و میخوان هی بچه رو توی خونه نگه دارن، بچه رو خارج از فضای این گروه نگه دارن، به خاطر همون صحبت‌های ابتدایی که فکر میکنن دچار انحراف میشه بچه من.
و نمیدونه که اصلا این الگوی رفاقت و بودن در یک گروه عین بودن یک بچه شیرخوره در آغوش مادرش که بهش اشاره میکنیم. اما تردید در الگوی رفاقت یعنی چی؟ نمیدونه با کیا دوست بشه، با درس‌خونا دوست بشه یا بچهای ضعیف، نمیدونه با کسایی دوست بشه که وقت زیادی بازی میگذرونن، بچه مسجدیان، اینا بچهای کارگر و زحمت کشن، یا بچهای ولگرد عیاش بره رفیق بشه. شما تو الگوهای رفاقت توی بچهای نوجوان دور و برتون ببینید که مثلا چه تیم ها و گروه هایی الان دارید مشاهده میکنید. دیدید دیگه مثلا بعضی بچه درس خونن، اینا با هم کتابخونه میرن میان، بچه مسجدیان 4-5 شون میرن موقع مسجد و موقع کار فرهنگی مسجد رو میان، بعضیا ولگردی تو خیابون سوار موتور، این کوچه برو اون کوچه برو، بعضیا همش دارن فوتبال بازی میکنن و هر لحظه ممکنه به یکی از این گروه ها فکر کنه و بخواد با یکی از اینها زمان خودش رو سپری کنه. این تردید در الگوی رفاقت و پیدا نکردن یک گروه دوستی ثابت باعث شده بچه من از هویت دور باشه. لذا ما وقتی که یک نوجوانی میاد برای مراجعه به ما، میخوام ببینیم چقدر انسجام فکری داره، چقدر به هویت رسیده و یک شاکله‌ای در وجودش شکل گرفته، ازش میپرسیم چند تا دوست داری. و مهم ببینید این عوض کردن دوست ها، عوض کردن گروه ها باعث این میشه که این نتونه به یک هویتی برسه. و سوال بعدیمون همیشه اینه که دوست های صمیمی و دوست های قدیمی چند تا؟ مثلا یکی ان دو تا. مثلا یه بعضی دوست من قدیمی ندارم، من تنها هم، ولی بعضی میگن نه ما 5 تاییم که مثلا از کلاس اول با هم بودیم، اساسا دوران کودکی ما تو دم خونه با هم بازی میکردیم، هنوزم با هم هستیم. این هویت میبخشه. حالا اگه اون گروه دوستی خوبی باشه، هویت مثبت میده. اگه گروه دوستی بدی باشه، هویت منفی میده که باید نسبت به این موضوع به مادر دقت بکنن. موضوع بعدی که اگر هویت نباشد ما با اون مواجه میشیم، تردید در تمایلات و رفتار جنسیه. هنوز آگاهی های لازم و شناخت خود خوبی نسبت به این میلی که خداوند متعال بعد از سن بلوغ که همین شروع دوره نوجوانی هست در وجودش قرار داده، هنوز به یک آگاهی درست نسبت بهش نرسیده. گاهی ممکنه احساس گناه بکنه که چرا من فکر کردم و دوچار عذاب وجدان بشه، چرا این میل در وجود من هست، چرا من به این دختر علاقه‌مند شدم، چرا مثلا من دوست دارم خیلی با این پسر رفت آمد داشته باشم، اگه این پسر نباشه، چون اینم هست یک علاقه شدید در دوستی ها شکل میگیره. مثلا در سن نوجوانی اوایلش 2 نفر الف و ب که با هم رفیق میشن، فوق العاده رفاقتشون با هم دیگه صمیمی میشه و گاهی اوقات این برای یکی شاید سوال ایجاد کنه که این بد نیست که من انقدر متکی و وابسته به یک کسی هستم، تا یه جایش نه بد نیست. اگه دچار وابستگی دلبستگی بشه و اصلا نتونه بدون اون زندگی کنه، این بد میشه که معمولا هم با افرادی که بالاتر از سن نوجوان هستن. مثلا یه نوجوان 13-14 ساله رفته با یه آدم 20 ساله رفیق شده و ما متاسفانه امروز داریم اینو زیاد مشاهده میکنیم. حتی در قشر مذهبی یه مربی بوده 20 ساله 25 سالشه با یه نوجوان 15-16 ساله کار میکرده، این نوجوان بهش عاشق شده، وابسته شده، دلبسته شده، اصلا بدون اون نمیتونه زندگی کنه، چند بارم خودکشی کرده. این احساسی که زیاد میشه، این احساس گناهی که میاد جلو، این عذاب وجدانی که تو ذهنش ایجاد میشه، اینجا نشون میده که این دوچار یک هویتی نیست و با خودش گاهی اوقات احساس میکنه که حالا من برم به سمت ارضاء این میلم، یا بعضی موقع خودشو میخواد به بیخیالی بزنه نسبت به این موضوع. در ادامه تردید تمایل رفتار جنسی ممکنه بعضی موقع بگه به پیامد رفتارهای خودش فکر بکنه که اگر من این اتفاق رقم بزنم ممکنه باعث آبروریزی من در خانواده بشه، در محیط اجتماع بشه و هنوز نمیدونه که این میل درونی خودشو که خداوند متعال از سن بلوغ گذاشته بروز بده یا نده و به چه صورتی، از چه طریقی اینو بروز بده و دچار یک تردید شدید قرار میگیره. یعنی موضع خودشو نمیتونه نسبت به دوستان خودش، نسبت به اطرافیان خودش، چه از جنس موافق چه از جنس مخالف مشخص کنه. مثلا اگه دختری باشه نمیدونه الان مثلا این فرد رو دوست داره چیکار کنه نسبت بهش، بره باش حرف بزنه؟ نه، باید خودشو نگه داره، این امانتی که خدا بهش داده تا زمان ازدواج نره حرف بزنه.
یک تردید در این تمایل و رفتارهای جنسی رو ما مشاهده میکنیم. در موضوع بعدی که خیلی اهمیت داره و خیلی مهمه که ما از پیامدهای بی‌هویتی و یا اختلال در هویت میتونیم تردید تشخیص مذهبی داشته باشیم. بچه ما هنوز نمیدونه مذهب و تقلیدی که مذهبی که انتخاب کرده این مذهب بر چه اساسیه. لذا یک بعد مهم بحث هویت به هویت دینی برمیگرده که خیلی از پدر مادرها بیشتر رو این بعد و یا شاید بگیم خود ما هم میخوایم بیشتر رو این بعد بپردازیم و وقتی که ما دین رو در وجود بچه خودمون پایه‌ریزی بکنیم در نوجوان خودمون میتونیم بگیم که تونستیم در مورد هویت کاری انجام بدیم. بچه های ما نمیتونه مذهب تقلیدی داشته باشه. مذهب یعنی اون اعتقاد، اون باور که به بایدها و نبایدهایی که پیرامونش هست، اون ایدئولوژی، اون جهانبینی که هر کسی در وجودش هست تا بتونه یه سلسله رفتارهایی رو انجام بده که در مثلا ما بهش میگیم دین. خب با خودش که انجام میده. حالا این دین اسلام چیه؟ کی گفته اینا درسته؟ اینا از کجا اومده؟ و هنوز به یک نتیجه مثبتی نسبت به این نرسیده. خب ما اینجا به والدین خیلی اصرار میکنیم که با فرزندان خودتون نسبت به این سوالات و سوالات مهم واقعا گفتگو کنید که حالا در مسیر بهش اشاره میکنیم. صرف این که بچه شما از سن مثلا 7-8 سالگی 10 سالگی نماز خونده خوشحال نباش که بچه من دیگه دیندار شد، ما دیگه خیال راحت، یا دخترت مثلا چادر سر کرده و یا حتی بعضی موقع یه تعصبی نسبت به این چادر، نسبت به این نمازم نشون داده. به تو هم گفته، مثلا شاید به پدرش هم تذکر داده با چه نماز صبح قضا شد، چه نماز اول وقت نمیخونی. به مادرش نسبت به بعضی از رفتار و اخلاقهاش تذکر داده. اینجا پدر و مادر فکر میکنن دیگه کار تموم شده، بچه من تمام شد و مذهبی شد، دیندار شد، به هویت دین، در صورتی که اینطوری نیست. این برخواسته از یک سری ویژگی هاست که بچه ها مثلا الان سن 12 تا 15 سالگی اعتقاد مذهبی بیشتری پیدا میکنن، یه جهشی به سمت مذهب پیدا میکنن. این نمیگم بده، خوبه، اما این هویت دینی نیست. این اون قسمتی نیست که ما بتونیم بهش تکیه کنیم به عنوان این که فرزند ما دچار یک هویت دینی شده. نه، حواستون باشه این رفتارها و تظاهرات رفتاری که در دختر و پسر نسبت به آموزه‌های دینی در بحث حجاب، در بحث نماز، در بحث روزه، تو بحث‌های اخلاقی، هیئت رفتن، مسجد رفتن، هیئت گرفتن میبینیم، اینا صرفاً برخواسته از هویت نمیتونه باشه و خیلی باید پدر مادر حواسشون جمع بکنن که از این فضا استفاده کنن برای رساندن فرزند خودشون به هویت دینی. لذا این تردید در تشخیص مذهبی وجود داره. اگر نیست ما باید ایجاد کنیم. یعنی تو سن 13-14 سالگی بچه‌ها میگیم بابا برای چی نماز میخونی؟ داری نماز میخونه؟ این سوال ازش ایجاد کنیم. چرا باید نماز بخونیم؟ چرا باید دین داشته باشیم؟ خدایی که به نماز ما نیاز نداره چرا ما گفته نماز بخون؟ خب حالا اگه این هویت نباشه، من دارم به این نکته اشاره میکنم که این هویت نباشه اینا نیست. یعنی چی؟ یعنی فرزند شما متزلزله. نگاه نکن به این رفتاری که نشون میده، هیئتی که داره، مسیری که داره میره. نه، ما باید پایه‌ریزی هویت و فونداسیون هویت رو شروع کنیم ریختن. خیالمون رو خوش نکنیم که خب بچه ما که نماز خوند دیگه تمام. نه، این میرسه به 15-16 سالگی یه سوالاتی میپرسه، شروع میکنه و رفتن با این ایدئولوژی و باورهایی که تو الان بهش دادی. در سن 18 سالگی انتقاد با علامت حساب کنجکاوی بسیاری روبرو میشه که ما این رو زیاد داریم مشاهده میکنیم که اگر ما تو مسیر هویت درست قدم بر نداریم، 18 تا 20 سالگی تا 21 سالگی یه اتفاقاتی میفته که بازآوری اعتقادات و ایدئولوژی و جهانبینی بوده که اون فرد داشته. یعنی تا حالا نماز رو میخونده، روزه رو میگرفته، سری رفتار عبادی انجام میداده، بعدم
خیلی هم با تعصب انجام میداده و خیلی براش مهم بوده، ولی یه جایی به بعد یهو میگه نه برای چی، کی گفته اصلا. دیدید این سوال خیلی ایجاد شده، پدر مادر ما میفرستن که من مثلا رفته دانشگاه تا اینجا نماز میخونه، حالا دانشگاه یه نماز گذاشته کنار، حتی میگه آقا کی گفته، آقا ول کنید این حرفا رو. یهو به شدت یک تغییر 180 درجه‌ای انجام داده. خب یک موضوع دیگه ای که اگر هویت نباشد، فکر کنم تا الان به این موضوع رسیدید که می‌بینید که چقدر ما باید هویت رو جدی بگیریم، که عدم جدی گرفتن این هویت باعث شده ما واقعا دچار چالش بشیم. یعنی این همه مشکل در فرزند من ایجاد میشه تو حیط‌های مختلف. بله، یعنی ما تو بحث دوستیابیش، تو بحث اهدافش، در بحث حالا نظام ارزش که اینجا داریم اشاره میکنیم، در بحث تمایلات جنسیش، در بحث نظام فکریش در مورد دین و ایدئولوژی و جهانبینی، اگر هویت نباشه همه اینا دچار مخاطره میشه. و ما الان میبینیم در جامعه خودمون که نوجوان امروزی واقعا در این عرصه‌ها یه پاش داره میلنگه. کمتر نوجوانی رو مشاهده میکنیم که اگه باش صحبت بکنی به یک انسجام فکری برسی، داره یک ایدئولوژی جهانبینی اونو ببینی. چرا؟ چون بر اساس هویت جلو نیامده و این شاخصه ها رو در وجود خودش کار نشده، زمین سازی یک ایجاد هویت در وجودش نبوده. پدر و مادر نسبت به این موضوع غافل بودن، نظام آموزشی ما، نظام تربیتی ما نسبت به این موضوع غافل بوده. تردید در نظام ارزش اخلاقی. یه تیپ‌های شخصیتی داریم ما که بر اساس اون تیپ‌های شخصیتی نظام ارزشی شکل میگیره. اینا 6 دستن. یکی تیپ نظریه، دارای ارزش نظری هن. اینا بیشتر حالت تئوری دارن، مثل این اخلاق نظری که وجود داره. اینا ارزش‌های و نظام ارزش اخلاقیشون نظریه. یه تیپ دیگه تیپ اقتصادی هن. اقتصاد رو مهم میدونن، دارای ارزش‌های اقتصادی هن. ملاکشون پوله، ملاکشون اقتصاده. اینا در این نظام‌های ازشون دوچار اختلال میشن. یعنی چی؟ یعنی فردی که تیپ اقتصادی داره علاوه ارزش‌های اقتصادی به مشکل میخوره. دیدید الان توی جامعه ما بعضیا پولو بد میدونن و اصلا کسی که پول داره رو یک آدم مفسد میدونن، یا آدمی میدونن که این آدم درستی نیست. اینا کسایی هستن که در نظام ارزشی خودشون به هویت نرسیدن، یعنی یک نگاه کامل و درستی نسبت به ارزش‌های اقتصادی پیدا نکرده. در صورتی که ما در دینمون خیلی اشاره شده به این که آقا برید رزق و روزی جمع بکنید و اصلا قسمتی از ایمان، مهمترین قسمت ایمان پیدا کردن رزق حلاله. حتی این ماجرا، ولی نگاهش به این ارزش اقتصادی درست نیست. بعضی از اون ور افتادن که همه ارزش انسان رو به پول و امکاناتش میدونن. خونه فلان داشتن، ماشین فلان داشتن، نمیدونم زندگی فلان داشتن. اینا هویت ها دچار تعارض، هویت ها مشکل داره. تیپ زیبایی پسندی داره ارزش های زیباگرایانه. بعضی فقط زیبایی و ظاهر رو ارزش میدونن و ارزش های اخلاقی رو تو این حیطه قرار میدن. تیپ‌های بعدی تیپ اجتماعی که داره ارزش‌های اجتماعی. این NGO ها و کسایی که دارن تو مثلا حیطه اعتیاد، حیطه طلاق و مسائل اجتماعی کار میکنن، اگر کسی به هویت نرسیده باشه، تردید در این نظام ارزش‌های اجتماعی داره. آقا ولشون کن، میخواست معتاد نشه، آقا ولشون کن، خودشون اشتباه تصمیم گرفتن ازدواج کردن، آقا ولش کن، جامعه رو میخوای چیکار کنی؟ نسبت به این مسائل بیخیاله. ولی نوجوان و جوانی که دچار هویت شده، براش مهمه که در جامعهش داره چی میگذره. اگه دو نفر با هم دعوا کنن، میره جلو، بیخیال از بغلش عبور نمیکنه، میره میپرسه آقا چرا داری دعوا میکنی؟ دعوا نکنید، شما بزرگید. صحبت باشون میکنه و سعی میکنه هم جدا کنه. تیپ مذهبی داره ارزش‌های مذهبی. اگر کسی به هویت نرسیده باشه، تردید داره در نظام ارزش‌های مذهبی خودش. آنچه که مهمه، یک کسی که هویت پیدا کرده واقعا به اعتقادات یک نفر دیگه احترام میذاره، حتی اگر از نوع خودش نباشه، حتی اگر مثل خودش نباشه. تیپ سیاسی، کسایی که داره ارزش سیاسی هستن که ما در ماجرای شاید بگیم انتخابات به این میرسیدیم. کسایی که به یک بلوغی رسیدن، به یک هویتی رسیدن
وقتی که تمام تلاششون رو کردن مثلا آقای جلیلی رأی بیاره، حالا آقای پزشکیان رأی آورد، الان آقای پزشکیان رو به عنوان رئیس جمهور خودشون میپذیرن. این یعنی هویت یافتگی، ارزش‌های سیاسی براشون مشخصه و به اونا وفادارن. نمیاد بگن که حالا چون اون نامزد و کاندیدای من انتخاب نشد و کاندید انتخاب شد من دیگه این سیاست رو قبول ندارم. این یعنی هویت یافتگی. حالا شما به سراغ نوجوانا، اونایی که طرفدار آقای پزشکیان بودن، بگید که خب اگه آقای جلیلی انتخاب میشد چه حالتی پیدا میکردی؟ حالا برو سراغ نوجوان طرفدار جلیلی بگو آقای پزشکیان انتخاب شده چه حالتی داری؟ اگه گفت خب ما تلاشمون رو کردیم، از الان رئیس جمهور ما ایشون، باید بهشون احترام بذاریم و تبعیت بکنیم تو مسائل دولتی از ایشون، میبینید به یک هویت یافتگی رسیده. ببینید چقدر هویت مهمه، چه ابعاد زندگی رو در بر گرفته. خب نوجوان بین این ارزش‌های ششگانه مردده، کدوم یکی از این ارزش‌ها رو ارزش بدونه و ازش استفاده بکنه که میشه گفت در واقع همون بحران ارزش هاست. یکی دیگه از مسائلی که اگه هویت نباشه چالش اساسی ایجاد میکنه در نوجوان ما، تعدیل در تعهد گروهیه. این همون مناسبات و روابط ماست که وقتی در سن نوجوانی هست این مناسبات دچار بحران میشه با والدینش، دستخوش تغییراتی میشه و گروه همسال جاشو میگیره که توی اون بحث رفاقت به اون اشاره کردیم که اما این گروه بودن اونجا هم اشاره کردیم، اینجا هم یه اشاره بکنیم، براش خیلی اهمیته. چرا؟ چون مورد تکریم و احترام واقع میشه در این گروه، چون درک بهتری نسبت به اون در گروه همسال وجود داره. مثلا رفیق رفیقشو بهتر درک میکنه به خاطر اون شرایط جسمی و روانی که هر دوی اونا درگیر اونن، ولی والدین این درک رو درست نداره. والدین دچار یک تغییراتی میشه این مناسبات و روابطشون و والدین هم احساس میکنن این تغییر کرده، چرا اینجوری شده، چرا کمتر تو خونه است، چرا اینجوری حرف میزنه و چه اتفاقاتی افتاده. و اگر داخل این گروه باشه فرزند ما دچار یک هویتی میشه که نسبت به اون مرجع قدرتی که در مقابلشه میتونه خودشو حفظ بکنه. یعنی تو برخوردهای اجتماعی شما نگاه میکنید که بچه من در یک سری اتفاقاتی که پیرامونش میفته سستی به خرج میده. شاید هم دیده باشید بچه‌تون دعوا کرده، مثلا کتک خورده یا کوتاه اومده خونه شما، ناراحتی، میگی چرا خودت دفاع نکردی؟ چرا؟ بخاطر اینکه این داخل یک گروه نبوده. پدر مادر اجازه ندادن بره داخل یک گروه. تعارضاتی که در گروه ها ایجاد میشه، دیدید بچه‌ها میان تو گروه با هم دعوا میکنن، قهر میکنن، آشتی میکنن. این تعارضات، مناسبات اونجا انجام نشده، پیگیری نشده، بچه من چالش هاشو اونجا انجام نداده، من هی اونو جدا کردم از گروه. الان در برابر فشارهای خارجی، چه از سمت بزرگتری چه از سمت جای دیگه، میبینیم که نمیتونه برخورد خوبی داشته باشه، یک الگوی مناسبی نداره برای رفتارهای خودش. لذا مثلا تو مدرسه اگر یه مدیری یه کسی چیزیش بگه، یونی کوتاه میاد، یا آقا چرا کوتاه اومدی، این حق تو بود، این مدیر نباید این حرفو میزد، این معلم تو این کارو نکردی کلاس انداختت بیرون، چرا نرفتی بهش بگی که آقا کار من نبوده، من نباید از کلاس مینداختی بیرون؟ چرا موقعی که بابای دوستت اومد یه پس گردنی بهت بزنه یا فلان اتفاق رقم بزنه جلوش ما نستادی، نیومدی بگی آقا کار من نبوده، بچه خودت فلان کرده، چرا منو داری دعوا میکنی بابتش؟ ببینید این به خاطر نبودن در گروه، نه تعدیل در تعهد گروهیه. و اگر بچه من به هویت نرسیده باشه تعدیل در تعهد گروهی داره و پدر مادر رو باید حواسشون رو جمع کنن که بریدن ارتباط نوجوان از گروه یعنی بریدن طفلی که شیرخوره از شیر مادره، یعنی داری امنیت رو ازش میگیری و اون رو به مخاطره خواهی انداخت. و این دوتا اسلاید آخر رو با همدیگه مرور بکنیم تا انشالله تو جلسه بعد بریم ببینیم اگه هویت باشه چه اتفاقات خوبی در فرزند من میفته. بحران هویت برای همه نوجوانا هست، باید از این مرحله عبور کنن. ببینید یک ویژگی بحران هویت و هویتیابی برای فرزند ما، بعضیا اینو به عنوان یک تعارض محسوب میکنن. چرا بچه من داره سوال میکنه؟ چرا بچه من نسبت به بعضی چیزا تردید داره؟ این تردید داشتن نسبت به بعضی از مسائل خوب بد نیست،
درست شد. این که الان تو الان نماز میخونه، الان میگه باید چرا نماز میخوندم، این بد نیست. الان داشته این درس رو میخونده، میگه الان چرا درس میخونم. تو الان تو یه کاری مشغول بود، الان میگه چرا این کارو دارم میکنم، که سن نوجوانی همون 13 14 سالگی. اینا بد نیست. پدر مادرها حواستون باشه، این تردیده در ابتدا بد نیست. خب نسبت به امکانات و زمینه‌های قبلی که داشته در دوران کودکی، اگر شرایط خوبی بوده، اگر پدر مادر اونو اهل فکر کردن بار آورده، پدر مادر اونو اهل احساس ارزشمندی و شخصیت بار آورده باشه، پدر مادر اونو مستقل بار آورده باشه و اون مسیر یادتون باشه رشدی جناب آقای اریکسون رو درست طی کرده باشن، مثلا تو بحث امنیتش درست کار کرده باشه، خود مختاریش درست کار کرده باشه، ابتکار عملش، سخت کوشیش، این 4 مرحله اگه خوب طی شده باشه، فرزند ما در مرحله 5 سردرگمی نقش پیدا نمیکنه، هویت رو به صورت خیلی خوب میتونه انجام بده. این بحران هویت یک دالان شکه که ما از این دالان شک حتما باید فرزند خودمون و خودمون رو عبور بدیم تا به یقین برسیم. اگر از این دالان شک نخواهیم عبور کنیم، به هویت نمیرسیم. مشکل ما اونجاییه که بعضی از پدر مادران نمیخوان فرزندشون رو از این دالان شک عبور بدن و بعضی ها رفتن تو این دالون متوقف شده. بچه اومده سوال کرده، گفته من چه میدونم، نمازتو بخون، چی کار داری به این کارا؟ ببینید این نوع برخورد والدین نسبت به این موضوعی که فرزند الان درش قرار داره باعث میشه که فرزند من به هویت برسه یا نرسه. و وقتی که تو به این پاسخهای ذهنی اون، به سوالات ذهنی اون پاسخ ندادی، حتما بچه تو ابعاد زندگی مختلف زندگیشو مخاطره میفته. همون جوری که الان اگر هویت نباشد و من براتون توضیح دادم، خیلی مهمه نقش های دیگه فرزند من. بچه من چرا دچار سردرگمی الان در تحصیله، چرا دچار بی انگیزگی شده، چرا نمیتونه کاریو به اتمام برسونه، چرا نمیتونه الان برای 1 سال به خودش، نه 1 ماه بعد خودش، 2 ماه بعد خودش، برای 3 ماه تعطیلی خودش برنامه بریزه. به خاطر اینکه این سوالات در وجودش بی پاسخ و کسی نبوده کمکش بکنه تا اون رو به یک جوابی برسونه. ما سرسری از کنار اینا عبور کردیم و این سردرگمی ها خب تو ابعاد و نقش های مختلف وقتی زیاد بشه، خدای نکرده باعث اختلال روانی میشه. اما داریم الان نوجوانایی که رسیدن به سن جوانی هیچ کاری نمیکن، اصلا نمیدونه درس و بحث و کار و کلاس و مدرسهش چیه، باید چی کار بکنه. لذا خیلی حواستون جمع باشه. این اختلال روانی که فرد رو دچار یه سردرگمی میکنه، فرد رو در نقشهای خودش به یک ثباتی نمیرسونه، به یک پایداری نقشی نمیرسونه، همیشه ناراضیه. این افراد دید همیشه گله داره، همیشه با خودش داره، حتی با شما دعوا نکنه با خودش همیشه داره بحث میکنه، مجادله میکنه که چرا من این کارو کردم، چرا این کارو نکردم و چرا زندگی من اینجوریه. یک شکایت هایی در وجود خودش نسبت به مسائل متعدد ما مشاهده میکنیم در نوجوان. خب تمرینی که باید انجام بدید چیه؟ ببینید برای اینکه بفهمید واقعا هویت اگه نباشه چه بس بر سر زندگی ما میاد، چه بر سر زندگی نوجوان ما میاد، خوبه که کاغذ و قلم دستتون باشه، پیرامون این مسائلی که در بحث هویت و اگر هویت نباشه چه تردیدهایی در زندگی فرد ایجاد میشه برید تو ابعاد مختلف، صرفا مسائل دینی هم نچسبید و مشاهده کنید مصداقهاشو و حتما روی کاغذ بنویسید و اینا رو به سرگروه خودتون انتقال بدید و براش بفرستید تا ما متوجه بشیم که شما مبحث رو دنبال کردید. حتما خلاصه نویسی بحث رو داشته باشید و از طرفی هم تمرینات رو انجام بدید. روی کاغذ بنویس آقا فرزند من، خود من، اطرافیان من چه سنی داره و اون هویتی که نبوده توی مصادیقی که ما اینجا ذکر کردیم، پیامدی که داشتیم در کدوم ابعاد بوده. این 6 هفته‌ای که ما بهش اشاره کردیم و یک سیاهی بنویسید و بنویسید الان این مسئله بوده، تا وقتی که ما خواستیم به سمت این ماجرا حرکت کنیم و هویت بخشی کار بکنیم شما بدانید چه اتفاقی اونجا باید رقم بزنید. هر جا هستید موفق و پیروز باشید. یا علی مدد. خداحافظ شما.